سوال: چرا باید یه شرکت یا کمپانی در مقابل کلیک کردن به کاربراش پول بده؟ اونم نه یه مبلغ ناچیز. با توجه به این همه آدم قطعاً باید بودجه زیادی را خرج کنن. عملاً این کار شاید ذره‌ای سود نداشته باشه. جواب شما چیه؟ اگه نمیدونید پس تا انتهای ویدیو همراه هم باشید. سلام دوستان، به چنل من خیلی خوش اومدید. تو ویدیو امروز قصد دارم بهتون دقیق بگم که آیا کاری که کمپانی همستر میکنه دیوونگیه یا واقعا سود خوبی براشون داره. پس ویدیو رو لایک کنین و چنل من رو هم حتما سابسکرایب کنید. احتمالاً یه سری از شما فکر میکنید که خب الان یه سری کاربر با تعداد زیاد درگیر تلگرام میشن و وقت زیادی روی این برنامه میذارن و شرکت از طریق اونا به پول خوبی میرسه. ولی خب نکته اینجاست که وقتی خود شرکت با دادن 3 کارت روزانه حجم زیادی سکه به کاربرا میده، احتمالاً این جواب به بنبست میرسه. اما شما در اشتباهید و همه اینا فقط بازی اعداده. البته براتون یه مثالم میزنم تا قضیه رو به خوبی درک کنید. فرض کنید یه شرکت به اسم X وجود داره. پیش خودشون میگن خب بیاین بدون هیچ تلاشی و فقط با فکرمون پولدار شیم. حالا این شرکت X میاد یه ارز میسازه به اسم X. اونا 100 میلیون از این ارزو میسازن و توی یه ربات قرار میدن. حالا میان 40 میلیون از اون ارز رو جدا میکنن و برای خودشون نگه میدارن. بقیه که میشه 60 میلیون رو هم داخل یه ربات میذارن که کاربران با اون رباته اون ارز رو استخراج کنن. در نهایت فقط کافیه که اون ربات رو چند جا تبلیغ کنن تا به صورت خیلی سریع همه جا وایرال بشه. نیازی هم به تبلیغ زیادی ندارن، چون از اینجا به بعد خود کاربرا هستن که میلیون ها عضو وارد ربات میکنن و تمام. اینجا دیگه شرکت میکشه کنار و میشینه تماشا میکنه که کاربرا به تعداد خیلی بالا میان و کلیک میکنن و مدام معروفتر میشن. حالا به اولین تارگت خودشون میرسن. شرکت X تو همین مرحله حداقل یه کانال تلگرامی با میلیون ها کاربر داره و این کانال برای همیشه درآمد بی‌نهایت یا بهشون میرسونه. اما خب این کمترین سود اوناست. در نهایت بعد از گذشت 1 ماه تمام اون 60 میلیون ارز X تموم میشه و شرکت اونا رو لیست میکنه و قیمت میخورن. اینجاست که سود اصلی و بی‌نهایت شروع میشه. مثلا آقای فرودو میره و اندازه 100,000 X رو به قیمت $10 از آقای سم میخره. حالا شرکت X میاد و اون 100,000 X رو به قیمت $20 از آقای فرودو میخره. آقای سم که میبینه ارز X که به آقای فرودو فروخته 2 برابر شده و سود کرده، میاد اون ارز رو دوباره به قیمت $30 از شرکت X میخره تا مثلا ارزش پولش زیاد بشه و این پروسه انقدر ادامه پیدا میکنه تا این ارز X به بالاترین ارزش خودش برسه. حالا شرکت X میاد اون 40 میلیون ارزی که خودش داشته رو آروم تو بازار میفروشه، جوری که بازار به هم نریزه و عملاً چیزی که ارزش $0 براشون داشته الان با قیمت خیلی بالا مثلا $100 به صورت خیلی وسیع و گسترده میفروشن و خب سود خیلی زیادی هم میبرن. حالا از اینجا به بعد دیگه بازار رو به دست میگیرن و با کم و زیاد کردن قیمت‌ها سود خودشون رو چند برابر میکنن و علاوه بر اون کانالایی که در تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام دارن، اونم با کاربرای میلیونی که قطعا سود خیلی بالایی به این شرکت میدن از همه جا سود میبرن. خب رفقا، این بود داستان همستر و تمام اطلاعات توسط تحلیل خودم صورت گرفت و اگه شما اطلاعات بهتری دارید خوشحال میشم که اونا رو توی کامنت ها برام بنویسین. متشکرم که تا پایان ویدیو همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.